سلام به روی ماهتون. سلام به روی ماهتون. شما هم دوست دارین مثل من تو خونه خودتون یه کیک خیس شکلاتی عالی با بافت نرم درست کنین؟ پس با من همراه شو تا این کیک خیس خوشمزه رو با هم دیگه درستش کنیم. تخم مرغامونو با شکر و وانیل دستور رو میریزیم داخل کاسه همزن. 10 دقیقه باید با دور تند بزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. وسط هم زدن حتما یه بار دورگیری انجام بشه تا کیک بوی تخم مرغ نگیره. حالا نوبت شیر رو میریزیم 30 ثانیه میزنیم. روغن رو میریزیم 30 ثانیه میزنیم. حالا نوبت مواد خشکمون هستش که آرد و بیکینگ پودر و پودر کاکائو هستش که 3 مرتبه حتما باید الک بشن. اینا رو توی 2 مرحله به مواد اضافه میکنیم و با همزن دستی فولدش میکنیم، هم میزنیم به حدی که مواد با هم دیگه قاطی بشن. تا این اندازه کافیه. حالا میریزیمش داخل قالبی که حتما کاغذ روغنی یا ورق نسوز انداختیم. با یه سیخ چوبی هواگیری میکنیم، میره داخل فرک